اگر نه باد غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه باد غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. ماری جان فکر کنم میکروفونت روشنه و ممنونم. اگر نه باد غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. به پای مردی عشاق پیش نه قدمی، که دلنوازی ایشان غم شما ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. طبیب عشق منم باده خور، که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. طبیب عشق منم باده خور، که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کآتش محرومی آب ما ببرد. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. سلام به دوستان گلم. جلسه فکر میکنم 78 هستیم و غزل 74 از دیوان حافظ رو قرار امشب با هم دیگه شرح بکنیم. چقدر خوب که این چهارشنبه هم هستید و میخوام یه جمله تکراری بگم اما حقیقتا حق این غزله و نمیشه اینو نگفت در حق این غزل. ما دوباره امشب واقعا با یکی از شاهکارهای دیوان حافظ مواجهیم و این غزل بی‌نظیره، فوق‌العاده است، زیباست. چرا؟ چون انگار با تمام غزل‌های دیوان حافظ متفاوته و از طرفی هم انگار تمام جهانبینی حافظ و نوع نگرشش به هستی توی این غزل دوباره خلاصه شده. به شکل این غزل افکار خیامگونه داره، یعنی ما میتونیم توی این غزل تأثیر خیام روی حافظ رو هم ببینیم. یه چیزی که خیلی جالبه توی ادبیات شرق، معمولاً آن چیزی که رخ میده، چه در شعر چه در قصه توی ادبیات، بین من و توئه. یعنی یک منی وجود داره و یک تویی. این تو یا خداست ماوراییه، این تو گاهی هم زمینیه معشوقه، گاهی پادشاهه. همیشه ادبیات حول این محور داره میچرخه، همیشه نمیتونیم بگیم بیشتر مواقع اینجوری. و به ندرت گاهی بعضی از شاعران و ادیبان ما اومدن این من و تو رو به من و جهان تغییر دادن. یعنی چی؟ یعنی قصه دیگه قصه حرفی که میخواد بزنه شاعر و ادیب دیگه فقط در مورد من و تو معشوق نیست یا من و تو خدا نیست، چیزی که عرفان ما توی ادبیات عرفانیمون زیاد میبینیم. یه شاعر داره از چیزی حرف میزنه که بین خودش و هستیه.
جهان گیتیه و اینجاست که میگیم شاعر به یک درک عمیقی از هستی رسیده، از جهان پیرامون خودش رسیده. دیگه فقط در مورد یک معشوق و محبوب ازلی یا زمینی حرف نمیزنه، داره در مورد آن چیزی که توی این جهان دریافت کرده، عمیقاً حس کرده داره حرف میزنه. یک کشف و شهود بین شاعر و جهان و هستی و گیتی. اینها به ندرت توی نمیتونم بگم به ندرت، اینها هر وقت توی ادبیات ما اتفاق افتاده شاهکار خلق کردن و این غزل هم یکی از همون غزل هاست. یعنی حافظ داره از نگاه خودش به هستی حرف میزنه و حرفاش خیلی حرفهای قشنگی هن، خیلی معنادار و کاربردی، هنوز کاربردی. یعنی امروز توی جهان امروز هم هنوز این حرفی که حافظ در قرن 8 هجری زده کاربردیه و ما هم میتونیم بخونیم و بگیم که آره همینه، همین کار باید بکنم، همینه که حافظ میگه. یه جورایی به زیر سوال بردن همه نگاه ها، ایدئولوژی ها و نگرش هایی که در دور و برش اون جامعه‌ای که حافظ میزیسته، همه اونها رو زیر سوال میبره. خب غزل رو من به اشتراک بذارم توی صفحه. غزل عرفانیه، به نظر میرسه که غزل کاملا یک غزل عرفانی عاشقانه نیست و داره به مفاهیم عمیقی عرفانی هم، حالا میتونم بگم غزل معنویه بیشتر تا عرفانی، بهتره اینو بگم. خب دوستان الان فکر کنم شما غزل رو میبینید. آره من میخوام بگم که غزل عرفانی نیست، به مضامین عرفانی اشاره نمیکنه. غزل بیشتر معنویه. یعنی چی؟ یعنی داره به یک معنای خاص و به یک نگرشی داره اشاره میکنه این غزل. خب کی میخونه؟ فاطمه جان شما یا ماری جان شما تصمیم دارین این غزل رو یکتون بخونین؟ آره من میخونم اگه فاطمه نمیخونه، ولی فاطمه خیلی وقت نخوندی یا؟ من غزل بعد رو بخونم. باش باشه. قدم بمونه جلسه بعد دیگه میگم فاطمه جان بخون غزل. بخون. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست. منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش، که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست. دولت آن است که بیخون دل آید به کنار، و نه با سعی و عمل باغ جنان این. وای چقدر سخته سمیه جون. سمیه جون چون داره رکورد میشه خودت زحمتشو میکشی. من فکر میکنم بچه ها بعدم نگاه کنن حوصله‌شون سر بره. من اینقدر بد خوندم. اشکال نداره. قبلش نخونده بودی غزل رو؟ آره منم اگر غزل رو نخونده باشم همین اشتباهات رو ممکنه داشته باشم و خیلی خیلی طبیعیه. نمیخوای ادامه بدی؟ یعنی نه اگه اشکالی نداشته باشه. خجالت کشیدم راستی. نه اصلا اینطوری نیست و خیلی طبیعیه وقتی بار اول یه غزل رو میبینی، خیلی طبیعیه. پس من غزل رو بخونم و ادامه. مرسی. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست. منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش.
منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش که چو خوش بنگری ای سرو روان. این همه نیست. دولت آن است که بی خون دل افتد به کنار، ورنه با سعی عمل باغ جنان. این همه نیست. 5 روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار، که ره صومعه تا دیر مغان این همه نیست. دردمندی من سوخته زار و نزار، ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. چی بگم؟ آدم مات و مبهوت میمونه، زبون آدم بند میاد اصلا از مضامین عمیقی که واقعا حافظ توی این غزل بیان میکنه. یعنی خیلی خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، داره میخواد بگه که این همه نیست. منظورش اینه که اینطوری که ما بزرگش میکنیم هم نیستا، اینطوری که به نظر میرسه هم نیستا. این چند تا، چون امروز شاید ما اینو استفاده نکنیم این همه نیست و خیلی معناش برامون قابل لمس نباشه، اما چیزی که حافظ توی این غزل میخواد بگه با این کلمه این همه نیست اینه که چندان ارزشی هم نداره ها. اینجوری هم که بزرگش کردیم و به نظر میرسه و به ما گفتن هم نیستا. حالا از همون بیت اول شروع میکنه. کارگه کون و مکان. اولا که جهان رو یک کارگاه میدونه، یک کارخانه میدونه. کون و مکان، کون به معنی آفرینش، مکان هم جایی که آفرینش در آن اتفاق میفته. میگه نتیجه این کارخانه آفرینش اینقدرایی هم که برای ما بزرگش کردن خبری نیست، چیزی نیست. چون میدونید دیگه حافظ در دوره‌ای داره زندگی میکنه که تصوف، عرفان، شریعت، همه اینا ریختن، 1000 جور معنا برای آفرینش دارن هر روز تحویل مردم میدن. این میگه مرید من باش تا من اسرار هستی رو بهت بگم، اون میگه که اسرار هستی پیش منه تو خانقاهه، اون یکی میگه تو فلانه و تو باید اطاعت کنی، عبادت کنی تا به معنی و اسرار الهی دست پیدا بکنی یا زیستت نتیجه‌ای داشته باشه، حاصلی داشته باشه، یا این که باید این چنین باشی که به جهنم نری، بهشتی بشی، فلان بشی، عاقبت به خیر باشی. و یه دفعه این وسط حافظ میاد میگه که حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. این همین هیچی که مولانا میگه ای دل برای هیچ، همینو میخواد بگه. یعنی اینقدرایی هم که بزرگش میکنن خبری نیست. باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست. اینجور مواقع حافظ همیشه به باده پناه میبره، پناهگاهشه اصلا. همون توی اون غزل ابتدای دیوان هم میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، بده شراب رو، چرا؟ چون که عشق آسان نمود اول. اونجا هم به باده پناه میبره، اینجا هم به باده پناه میبره. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. باده پیش آور. این باده پیش آوردن یعنی شراب خوردن توی عصری که همه تصوف و زاهدان و عرفا شراب رو نهی میکردن، خیلی حرف توش. یعنی میخواد بگه اینقدر سخت نگیر
بشکن این در واقع احکام خشک و خالی و پوسته‌ای که برای خودت ساختی. اسباب جهان این همه نیست. اسباب جهان همون خود جهان میتونیم در نظر بگیریم معنیشو. از طرفی اسباب زایل شونده هم بعضی از شارحین نوشته بودن، معنی کرده بودن اسباب جهان رو. یعنی چی؟ جهان به معنی جهنده، حرکت کننده و یا زایل شونده. خب اسباب جهان یعنی جهانی که در حال زایل شدنه. باده پیش آر، این جهان فانیه و شراب و بنوش. این شراب نوشیدن به معنی اینه که بیخیال باش، آسوده خاطر باش، اینقدر سخت نگیر به خودت. ببینید میگم نگاه شاعر به هستیه. معشوقی در کار نیست توی این غزل. شاعر داره از دیدگاه خودش نسبت به جهان حرف میزنه. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست. این دل و جان توی مصرع اول میتونه به معنی این باشه که همه اون چیزی که یک انسان میخواد، نیاز داره، لازمه انسان بودنه. هر چیزی که انسان میخواد، همه اون چیزی که انسان بهش نیاز داره، صحبت جانانه. دوستی داشتن، با محبوبی بودن، هم صحبت شدن با محبوب. این محبوب میتونه ازلی و ماورایی باشه، ازلی و ابدی و ماورایی باشه و میتونه زمینی باشه، فرقی نمیکنه. حافظ میگه اگر ما انسانیم، اگر وجود داریم، از دل و جان دیگه، یعنی تمام آن چیزی که دل و جان ما میخواد شرف صحبت جانان. این که ما این افتخار رو داشته باشیم که با جانان هم صحبت بشیم، گفتگو بکنیم. این جانان گفتم میتونه هر جانانی باشه. محبوب دیگه، کسی که چیزی که تو بهش علاقه داری محبوبته. غرض این است یا همه آن است وگرنه دل و جان این همه نیست. توی 2 نسخه فقط غرض این است اومده و به نظر میرسه که اگر بخوایم به کثرت نسخه ها سند داشته، یعنی سندمون از اینجا باشه که کدوم بیشتر نسخه ها چی آوردن، همه آن است آوردن بیشتر نسخه ها. فقط 2 نسخه غرض این است اومده، بنابراین احتمالاً همه آن است درسته. همه آن است وگرنه دل و جان این همه نیست. همه بهانه وجود انسان، همه اون چیزی که انسان در این دنیا میخواد، هم صحبتی با یار و محبوبه. غیر از این دیگه دل و جان ارزشی نداره. این همه نیست اینجا به معنی اینه که ارزشی نداره. هیچ شادی نیست اندر این جهان به غیر از صحبت روی دوستان. که البته فکر میکنم این شعر برای رودکی باشه. آقای دکتر ضیا اشاره کردن به این شعر ذیل این بیت. من این بیتش رو خیلی دوست دارم، نمیتونم ازش بگذرم. نمیدونم، شاید به خاطر اینه که مدت هاست خودم از دوستانم جدا هم، از کسانی که هم صحبتم بودن سالها و توی شرایط اینچنینی که میفهمی هم صحبت چقدر چیز با ارزشیه و وقتی اونا رو از دست میدی یه جورایی زندگی انگار بی معنا میشه. یعنی اینکه برای چی هستم اصلا؟ من این بیت حافظ رو خیلی قشنگ میفهمم. یعنی میری به یه سمتی دنبال رویاهات، آرزوهات، بدو هم میری، نفس زنان میری
بعد یه سری همصحبت ها رو از دست میدی و بعد یه جایی به خودت میگی که ارزشش رو داشت. معنای جهان آیا غیر از این بود که تو همصحبتی داشتی؟ و از این جهتش برای من این بیت خیلی قشنگی بود. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، همه آن است وگرنی دل و جان این همه نیست. منت سدره و طوبی ز پی سایه نکش، که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست. از همون بیتی که داره به دوستی و همصحبتی اشاره میکنه میره سراغ بهشت. سدره و طوبی میدونیم که 2 درخت بسیار بسیار مهم توی اسلام و قرآنه. درخت سدره درختی که در یکی از بلندترین آسمان‌هایی که حالا پیامبر هم فکر کنم توی معراج بهش میره و بهشت اساساً روی این درخت بنا شده و این درخت اینقدر بزرگه و اینقدر شاخه‌های فراوان داره و هر شاخهش هر میوه‌ای که بهشتیان بخوان رو میده و از توی خونه هر بهشتی یک شاخه از این درخت رفته و در کل در قرآن خیلی این درخت مهمیه. در اسلام این درخت بسیار با ارزشیه و سایه هم که میدونیم برای انسان‌ها، حالا توی عربستان بگیم شاید، سایه خیلی مهم بوده دیگه. توی گرما سایه خیلی با ارزش بوده. این منت سدره و طوبی ز پی سایه نکش به زیبایی حافظ داره اشاره میکنه که برای بهشت ارزشی نداره اینقدر خودت رو در زحمت و تکلف قرار داده. منت سدره و طوبی، به خاطر یه سایه از سدره، از درخت سدره و طوبی اینقدر منت نکش، که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست. یعنی اینقدر رایی هم که میگن و بزرگش میکنن ارزش نداره. خیلی این حرف بزرگه ها. ما امروز شاید نتونیم بزرگ بودن این حرف رو خیلی درک بکنیم، زیاد گفته میشه امروزا. حتی ما مثلا میشینیم امروزا نعمتهای بهشتی رو به تمسخر میگیریم، به طنز راجبشون حرف میزنیم. نهر عسل دیگه برای ما مثلا تمسخرآور، الان میخندیم و اینا. ولی در دوره‌ای که حافظ میزیسته با اون همه شریعت و اون همه خشکی مذهبی که در دور و برش بودن، خب این حرف بزرگیه. یه دفعه میاد میگه که منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش. ببخشید سومه جان، میونه کلامتون معذرت میخوام. یه چیزی که خیلی من البته فکر نمی کنم بشه بهش گفت سوال، یا فکر نمی کنم شما یا بقیه هم بهش شبیه داشته باشن. این چیزی که برام جالبه اینه که الان به قول شما الان این صحبت ها رو میکنیم با وجود اینکه خب تعداد خیلی زیادی میگن اینو، علم خیلی پیشرفت کرده، شواهد خیلی زیاده و اما توی زمان حافظ چی شده که حافظ به این نتیجه رسیده؟ یعنی این تفاوت تفکره خیلی دوست دارم بدونم از کجا میاد. به نظرم من صرفا به خاطر حالا اون قریه شاعرانه و حالا روح بزرگش و اینا تنها نبوده. آره، سوال خیلی قشنگی بود. آره یکیش نه، اصلا اینجا به غریزه شاعرانه به نظر من ربط نداره، دید عمیقش به هستیه. این نشون میده حافظ علاوه بر این که آره قریحه شاعرانه داشته و هوشش رو داشته، نشون میده سواد داشته، مطالعه میکرده. این اومده من مگه کتابایی به غیر از کتابای دینی و پزشکی هم بوده؟ آره، شما مثلا خیام رو در نظر بگیرین. خیام خودش منجمه، خودش دانشمنده و رباعیاتش رو برین ببینین چقدر متفاوته با اندیشه های زمانی که توش میزیسته. حالا خیام تازه قبل از حافظ بوده. اینا همیشه بوده، این نگاه های چالش برانگیز به دین همیشه بوده، اما همیشه سرکوب میشده.
مجال رشد پیدا نمی کرده. یعنی مثلا شما حلاج میاد در همون چارچوب عرفان یه حرف جدیدی میزنه، همونم به دار میکشن، یعنی اجازه سرکوب میکنن. و خب حافظ نگاه عمیق، آفرین، این خیلی سوال قشنگی بود. چرا؟ چون قشنگ نشون میده که چقدر اینجا حافظ نگاهش به هستی عمیقه. چیز سمیه، من سوال فاطمه رو متوجه شدم و احساس کردم که اون وسط فاطمه داشت توضیح میداد، خودش جواب خودش رو داد. حداقل جوابیه که برای من تا حدودی قانع کننده هستش. و همون کلمه ای که فاطمه جون گفتی، روح بزرگ. اصلا روح بزرگ یعنی چی؟ ببین، چیزی که من خودم اعتقاد دارم بهش و فلسفه زندگیم هست اینه که وقتی میگیم روح بزرگ، الان چه اتفاقی توش میفته؟ چی هست تو اون روحه که ما بهش میگیم روح بزرگ؟ برمیگرده به، حالا اگه بخوایم از قسمت دینی بهش نگاه بکنیم، توی قرآن هم در مورد این مسئله، مخصوصا سوره بقره و سوره معارج، در موردش صحبت شده و بهش گفتن و اشاره کردن که روح‌های بزرگتر به این معنا هستن که ما انسان‌ها زندگی به جز زندگی دنیوی هم داریم. و این نشون میده که یک کسی مثل حافظ که میاد، یا یه بچه‌ای که چه میدونم 4 سالشه و قاری قرآن میشه، من برای مثال دارم میگم، قاری قرآن قطعا تالنتات توی زمینه‌های دیگه ما داریم میبینیم که ببین به هر چقدرم که محیط خانواده و نمیدونم محیط جامعه مهیا باشه، که در زمان حافظ قطعا من رزومه خانوادگیشون رو ندارم، ولی قطعا جامعه اونقدر مهیا نبوده که یه همچین شخصیتی انقدر بزرگ بودن. به این فکر میکنم که این روحش حتما در مراحل قبلی در این زمینه پخته شده و اینجوری نیستش که یهو وارد زمین بشه و در اون سن و سال. میگم من واقعا با سوال خوبیه که آدم بره بیشتر تحقیق بکنه که حافظ از چند سالگی شروع کرد به نوشتن این کتاب، ولی فکر نمی کنم که یه اتفاقی باشه که در یک دوره زندگی زمینی افتاده باشه. قطعا پیشینه روحی داشته. جان؟ میگم منظور تناسخ، من با تناسخ نیستش. نه، من فلسفه‌ای که بهش معتقد هستم تناسخ نیستش. یه فرق خیلی باریکی هست بین فلسفه‌ای که من بهش اعتقاد دارم. فکر میکنم که توی زمستون گذشته سر کلاس اینو مطرح کردم و نمیخوام که الان وقت کلاس رو بگیرم. یه فرقی هست بین تناسخ و زندگی‌های متوالی. و تناسخیون به این معتقدن که تو وقتی که وارد زمین میشی و میمیری و روحت بلا فاصله وارد یه جسم دیگه میشه، ولی زندگی‌های متوالی به این معتقده که تو وقتی که میمیری میری یه حساب کتابی میشی، با توجه به اون حساب کتاب، با توجه به نیاز روحی جسم جدید بهت داده میشه که حالا چه میدونم میری توی یه بدن معلول، میری نمیدونم بدن حالا توی یه خانواده خیلی ثروتمند شاعر فلان و اینا. اینه فلسفه‌ای که من بهش اعتقاد دارم و خیلی وقت جواب سوال‌هامو دوباره برمیگردم به این فلسفه پیداش میکنم. حالا من چیز نکنم وقت کلاس رو نگیرم، این روح بزرگه رو فاطمه جون بیشتر ببینیم که چیه روح بزرگه، داستانش چیه که ما بهش میگیم روح بزرگ. مرسی از توضیحات جفتتون. خواهش میکنم. خب من یه چیزی رو من بگم ماریا جان. نمیدونم چقدر با نیچه آشنایید، چقدر؟ بله. نیچه یه کتابی داره به اسم انسانی بسیار انسانی یا انسانی زیادی انسانی. ترجمه های متفاوتش، من قشنگترین اسمی که خوشم اومده توی ترجمه ها اینه، انسانی بسیار انسانی. بله. اونجا نیچه، من اتفاقا این خیلی سوال منم بود که هنر کیه، چجوری یه آدم هنرمند میشه، چجوری یه شاعر مثلا این همه میتونه شاهکار خلق بکنه اینها.
وقتی من این کتاب خوندم اتفاقا یکی از جوابهایی که خیلی قشنگ من واسه این سوالم گرفتم توی کتاب نیچه بود. اونجا در باب هنر حرفی که نیچه میزنه توی این کتاب، در واقع نیچه همه چیزو میخواد اینو بگه که میخواد بگه که هیچ چیز مقدسی توی این جهان وجود نداره، همه چیز بسیار انسانیه. چون میدونید توی زمانی که نیچه زندگی میکنه تقدس و دین خیلی داره به مردم ظلم‌های زیادی رو روا میداره دیگه. بعد نیچه مثلا یه دفعه میاد میخواد همه اینا رو بشکنه. خب بعد میاد میگه که همه چیز خیلی انسانی تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. یعنی شما وقتی مثلا هنر رو بهش میایین یه بعد ماورایی میدید، یک بعد مقدس بهش میدید، اینجوری نیست. یعنی اصلا لزومی نداره که حرف من نیست، یعنی دارم دیدگاهی است که نیچه بیان میکنه که مثلا لزومی نداره که این آدم حتما به یه جایی وصل بوده باشه، نمیدونم یک تقدسی در روحش بوده باشه، یا مثلا چه میدونم حالا همین زندگی متوالی که شما دارین میگین یا همین تناسخی که شما دارین میگین. نیچه میگه که نه، اصلا به این چیزها ارتباطی نداره. این هنر در ذات این انسان کاملا انسانیه. یعنی چی انسانیه؟ یعنی یک سری ویژگی‌های ذاتی، ژنتیکی در وجود این انسان هست که حالا با توجه به محیطش و چه رشد پیدا میکنه، آثاری خلق میشه که ما بهش میگیم هنر. مثلا چی؟ یک نویسنده یک مقداری از هوش کلامی برخورداره که افراد دیگه کمترشو دارن، یا مثلا یک نقاش یک هوش دیگه ای رو داره که باز آدمای دیگه کمترشو دارن، یا فرقی نمیکنه. هر کدوم از انسان‌ها توی هر جایگاهی که هستن اگر هنرمند میشن یا ویژگی منحصر به فردی دارن، اینها بسیار انسانیه. لزومی نداره اینو وصلش بکنیم به یک چیز مقدس، وصلش بکنیم به یک دنیای دیگه، وصلش بکنیم به نه، اینا انسانن، مثل من و شما انسانن. ببینید چیزی که من باهاش مشکل دارم نه سمیه، ببین من اصلا کسی رو مقدس نمی کنم و بگم که چیز اینکه نه حافظ مقدس بوده. من فکر می کنم که ببین بالاخره یه سری مقدمات و پای ریزی های انجام شده. مثل اینکه بخوام به چشم انسانی نگاه کنم، در خانواده خودم خواهر من با توجه به شرایط تربیتی، شرایط ژنتیکی، ما 2 آدمی بودیم که همه چیمون به صورت مساوی اتفاق افتاد. شرایط مالیمون یکی بود، پدر و مادرمون یکی بوده و محیطی که توش به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم یکی بود. خواهر من وقتی که قلم به دست میگیره و شروع میکنه به نقاشی و طراحی کردن، انقدر زیبا میتونه بکشه از همون زمان 12-13 سالگیش که من همچنان نقاشی من یه درخت و یه خونه است، بسیار هم دوستش دارم و اینجوری نبوده که بگم پدر من پیکاسو بوده، مادر من فلان بوده، نه، توی شرایط مساوی بوده. و وقتی که نگاه میکنی میبینی که چی میشه که 2 نفر از یک خانواده، مثالهای مختلفی هستش که از 2 نفر از یک خانواده، یکیشون انقدر هنرمند و یکیشون حالا مثل من مثلا ادبیات دوست و نمیدونم اینجوری، چه اتفاقی میفته؟ واقعا وقتی که بخوای انسانی نگاه بکنی برای من بسته میشه قضیه و بدون جواب میمونه. واقعا نمیتونم به اینو بپذیرم از آقای نیچه که میگه که انسانی نگاه بکنی. به نظر من یه سری چیزها از قبل پای ریزی شده. ببینید این از قبلی که شما داره، حالا من حرفم تموم نشده بود، اجازه بده حرفم کاملا تموم بشه. از قبلی که شما میگین یه سری ویژگی‌های ذاتی هر انسانیه. بله شما توی خانواده اید، ولی هوش اون آدم، چه میدونم علایق اون آدم، استعدادهای اون آدم قطعاً با شما متفاوت. اینو بذاریم کنار. من حرفم اینجا بود. حرف من اینجا بود که چیزی که ما توی جوامع ما به ما خیلی خیلی آسیب میزنه مقدس سازیه و همه چیز رو از نگاه بالا به پایین نگاه کردن. شما ببینید همین الان توی ادبیات امروز
مثلا شاهنامه خیلی عزیز شده، خب مولانا خیلی عزیز شده، اشعار حافظ عزیز خیلی محترم شده برای مردم، میخونیم. من خودم مثلا شهر گذاشتم. خیلی خوبه این بخونیم و اینا رو بدونیم و آگاه باشیم. اما وقتی آسیب میزنه به ما که ما همین حافظ و همین اشعار حافظ رو مثل قرآن وحی منزل بدونیم و فکر کنیم از یک جای بالایی اومده، یا چه میدونم یه چیزیه که مولا درزش نمیره و همینه که هست، این خطرناکه. این همون من صحبتتون رو قطع میکنم به خاطر اینکه سومنی جون شما کلا فکر کنم اصلا منظور من اشتباه فهمیدین، چون من اصلا الان حافظ رو نه مقدس میکنم نه از بالا به پایین نگاه میکنم. اتفاقا دارم حافظ رو میارم یک شخصی که بله در سطح خودمون بوده و حتی کسایی دیگه که استعداد داشتن و نگاه نکنیم و به به و چه چه بکنیم. حتما این آدم در زندگی های گذشتهش، چیزی که من همیشه آروم میکنه اینه که حتما این آدم در زندگی های گذشته یه چیزهایی رو ساخته که الان باید به این چیز برسه، به این مرحله از ادبیات برسه در یه جامعه بی سواد. یه شخصی مثل ایشون میاد که چه می‌دونم با یه همچین ادبیاتی میاد. واقعا هدف من مقدس سازی نیستش، شاید چون اسم قرآن رو آوردم، چون من مشرف به کتاب‌های دینی دیگه نیستم متاسفانه و قرآن از بچگی برای ما دیکته شده. شاید به خاطر همین فکر کردین که مقدسه. نه، برای من اصلا اینطوری نیست که نه حافظ رو مقدس کنم نه سهراب سپهری رو. نه این کلمه روح بزرگ برای من مسئله است. این که بگیم این یک روح بزرگی داشته. من میخوام بگم این انسان‌هایی که شاهکار خلق کردن هوش، نبوغ، شرایط، محیط خوبی داشتن. روح بزرگ رو من نمیفهمم، یعنی اونو نمیفهمم. یه موضوع دیگه که میخواستم حرف رو باهاش تموم بکنم این بود که ببینید مثلا امروز ما مثلا شاهنامه رو خیلی قبول داریم، برامون اسطوره است، الگوه، همه بیت به بیتش رو میایم اسطوره و الگو قرار میدیم. اما شاهنامه ممکنه یک جای یک بیت هایی هم داشته باشه که اشتباه باشن، حاصل جوانمردی نباشه. من چند وقت پیش یک کلیپی رو داشتم میدیدم توی اینستاگرام که یک جوانی سوالش از یک پیر این بود که چرا سهراب توی شاهنامه یک انسان بیگناه و کشته فقط به خاطر این که نمیدونم بهش گفته، نمیدونم الان خوب یادم نیست اسبت چرا اینجاست، نمیدونم فلان. یه چند وقت پیش توی اینستاگرام دیدم اینو. بعد این پیر سعی میکرد اینو خیلی ماسمالی کنه، توجیه کنه، فلان کنه. بعد همه اومده بودن زیر کامنت ها اینجوری نوشته بودن که نه این شما نمیدونید قصه این بوده، سهراب هیچ وقت ناجوان مردی نه، که اصلا محال ممکنه فردوسی یه همچین چیزی رو نوشته باشه، نمیدونم حتما الحاقیه، حتما فلان. میدونی ما وقتی یه چیزی رو عزیز میکنیم دیگه انتظار اشتباه رو توش نداریم. آره. ممکنه فردوسی اینجا به ناحق اجازه داده باشه که سهراب رو کشته باشه. سهراب که مقدس نیست. این قصه است. اصلا اینا رو بذار کنار. منظورتون گرفتم. آره. قرار نیست همه قسمتاش برای ما الگو بشه. انگار ما مثلا وقتی قرآن رو به ما گفتن وحی منزل، همه چیزش ما باید الگو قرار بدیم. حالا قرآن رو میذاریم کنار، میریم سمت شاهنامه، بعد فکر میکنیم همه قسمت‌های شاهنامه هم الگوی زندگی ما. نه، این یه قصه است، افسانه است، افسانه بزرگیه. آره. ما از خیلی جاهاش باید درس بگیریم، ولی شاید اشتباهاتی هم داشته باشه. حافظ هم همینه. حافظ انسان توانمندی بوده، شعور بالایی داشته، سواد بالایی داشته، هوش زیادی داشته، اما ممکنه یه جایی هم یه حرفی بزنه که یه خورده اشکال داشته باشه یا اصلا درست نباشه. توی این شعر ما میبینیم که حافظ از تمام سواد خودش، شعور خودش و اصلا حوادثی که توی زندگیش برای خودش اتفاق افتاده شاید همه اینا رو کنار هم چیده، داره نگاه میکنه و میگه اصلا این همه نیست. آره. اینجوری که شماها تو سر ما کردین نیست. و این نشون دهنده سواد بالا و نگرش باز این آدم به هستی. حالا خیلی وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم، ولی برای خودم این بحث جالبی بود. یعنی دنبال یک فضایی بودم که اینو بیان کنم. مرسی. آره، بگم که مرسی از شما که اصلا بحث رو انداختید.
و فکر نکنید که وقت گرفته شده. به نظر من اصلا هدف اصلی این جمع همینه و همین صحبت هاست که باید گفته بشه. شنید خیلی هم قشنگ بود و اصلا کیف کردم من. جلسه امروز برای من عالی بود. میتونیم ادامه بدیم، میتونیم شعر رو بذاریم برای جلسه بعد. نظر شما چیه؟ من فکر میکنم که نصفه بمونه. آره، چون الان میرسیم به بیت سوم. آره میتونیم یه بیت بریم آره. و یا همینجا تمومش بکنیم بریم. بزنین تمومش بکنیم همینجا. آره. اگر شما هم حرفی داری بگو در این مورد. بحث جالبی بود، منم دوست داشتم. من واقعیتش هی قطع و وصل شدم، هی صداهای پس زمینه خیلی زیاد بود، خیلی درست نفهمیدم، ولی فهمیدم منظور هر دوتون رو به طور کامل و با هر دو موافقم. هم با زندگی های متوالی که ماری میگه، هم با روح بزرگی که شما درکش نمی‌کنید، هم با نبوغی که میگین هست. فکر میکنم ماری منظورش اینه که این نبوغه تو زندگی قبلی به دست اومده، تو زندگی قبلی این روح به دست اومده. شما میگید که نه نباید مثلا خیلی روش زوم شد و اینا. من برمیگردم به ریشه های مذهبی و میگم خدا داده، خدا داده. تموم. حافظ خودش هم میگه دیگه، میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم داده. آره میگه اجر صبر اینا به من داده شد. آره خدا دادم میتونه باشه، من شکی درش ندارم، منظورم از خدا داد. ولی حد وسط و الان در تصویر فاطمه هم دقیقا وسط ما دوتاست ماری جان. وسط رو نگه داشته. آره خیلی خوب بود. ولی خب آره من همچنان با مسئله روح بزرگ مشکل دارم و شاید یه ذره نمیتونم اینو فقط بفهمم، وگرنه با بقیه حرفات ماریاره میتواند اینطور باشد. آره واقعا عجب جلسه بود. از این غزل شاهکار رو با هم دیگه شرح کردیم و میذاریمش همینجا بمونه. هفته بعد ادامهش میدیم. امیدوارم شما هم باشید و با حضور دوتاتون دوباره و بقیه دوستان. آره من برنامه‌ای ندارم، هفته آینده هستم. پس من یه رباعی از یه دو بیتی از بابا طاهر اوریان بخونم و جلسه امشب رو تموم کنیم و بریم تا جلسه بعد. هر آن کس عاشق است، ندای عزیز دلم. ندا به من پیام داد، گفت جلسه برگزار شد، این چی تموم نشده من بیام؟ گفتم بیا. همین که گفت بیا شما گفتیم به جلسه تموم. ندا جان سلام، خوش آمدی. سلام، خوبی؟ سلام. جای شما خیلی خالی بود، بحثا چالشی بود این جلسه اصلا. جلسه تموم. آره ما به آخر جلسه میخواستیم دو بیتی بخونیم که شما اومدی. آره کلاس تموم شد و جات خالی. به دو بیتی رسیدی. به آخرش رسیدی. همینم غنیمت. واقعا جات بودنت حس میشه واقعا. خب من یک دو بیتی بخونم و ممنون که اومدی ندا جان. ولی خب تا جلسه بعد، حالا نگران نباش، این جلسه هم فقط ما 3 بیت از غزل رو شرح کردیم. هر آن کس عاشق است از جان نترسد، یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه، که گرگ از هیهی چوپان نترسد. یکی دیگه هم بخونم. اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ. اگر ملک سلیمانت ببخشند، در آخر خاک راهی عاقبت هیچ. مثل همین غزل بود، این همه نیست.
بریم تا جلسه بعد غزل رو ادامه بدیم. ممنون از حضور تک تکتون. شبتون بخیر. مرسی از خودتون آقای جون. بچه شبتون بخیر. مرسی ازتون. شبتون بخیر. شبتون بخیر.